فامیل بی غیرت دختر نده، فامیل بی عزت دختر نده. بالله قسم اینترنت ها را میبینی، تویا را میبینی، او مردمایی که خطی عروس خود در پیش مردم بغل میکنه شه، او لعنتی، او خبیث دیوس، دور از حاضر مجلس، سبای کلپ دور مردم میبینه 20 سال بعد برات میگه ای کیسته؟ تو کی بودی؟ تو چی غیرت داشتی؟ فحاشی و عیاشی تا به مردم نشان میدادی که والدت ببره. ببینی حیا در کجا رفته، غیرت در کجا رفته. اینطور مردم هم پیش الله پیشوده نیست. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه عزت داشتی تو؟ و کدام دین تو عقیده داشتی؟ کدام دین تو قبول کرده بودی؟ فرمان الله چی بود؟